سلام شاگردان عزیز، با شما هستم معلم عارف. موضوع امروزی ما سیستم دوری باشد. سیستم دوری المنت‌ها. سیستم دوری چیست؟ سیستم دوری این جایگیر شوی پی در پی المنت‌ها در دورها و گروه باشد. مندلف سیستم دوری المنت‌ها را از روی ماسه اتمی از روی زیاد شوی ماسه اتمی المنت‌ها جابجا کرده است. یعنی که جایگذاری کرده است. گفتم که پی در پی المنت های شیمیایی را با ترتیب معین در دورها و گروه ها از روی خاصیت ها و ضریب یادرا، یعنی ضریب یادرا چی بود؟ پروتون. ما در درس های پیشینه گفته بودیم. سیستم دوری دو نوع میشود. سیستم دوری کلاسیکی یعنی که پیشینه و سیستم دوری معاصر یعنی که حاضر. سیستم دوری کلاسیکی پیشینه. سیستم دوری کلاسیکی از 8 گروه عبارت است که هر یک گروه در نوبت خود جدا میشود به زیرگروه ها، یعنی که به زیرگروه های اساسی و زیرگروه های علاقه جمع شود که مقدار هر یکشان 8 تاگی باشد و سیستم دوری کلاسیکی عبارت است از 7 دور. سیستم دوری معاصر یعنی که حاضره. سیستم دوری معاصر شماره دورهایشان از سیستم دوری کلاسیکی یعنی که پیشینه یگان فرقیت ندارد. فقط در سیستم دوری معاصر یعنی که حاضره عبارت است از 18 تا گروه. دورهاشون فرق میکند، تنها گروه هاشون فرق میکند که در سیستم دوری معاصر یعنی که حاضره زیرگروه های اساسی لاگی وجود ندارد، یعنی که همه اونها رو ما میگوییم گروه میگوییم. ما میگوییم سیستم دوری کلاسیکی یعنی که پیشینه. سیستم دوری کلاسیکی چطوری که گفتم عبارت است از دورها و گروه ها. دور چیست؟ به طور افقی یعنی که خوابیده. به طور افقی یعنی که گریزانتال میگن از چپ به راست جایگیر شوی المنت ها را دور می‌نامند. گفتم که به طور افقی که خوابیده در نمود همین، یکی در همین شکل. یک بار دیگه ما از سه دوره ببینیم. اینها دور میشن. دور 1 2 3 4 5 6 7 یا دورن و اینا بالا میشن گروه ها. اینا گروهی المنت ها. ما قاعده دور گفتیم که به طور افقی یعنی که گریزانتالی از چپ به راست یعنی که از طرف چپ به طرف راست جایگیر شوی المنت ها را دور مینامند. گروه چیست؟ گروه به طور عمودی یعنی که راست در این نمود یعنی که به طور عمودی ورتیکالی از بالا به پایین. ما گفتم که اینا را گروه میگن. گروه 1 گروه 2 یا گروه باشن، یعنی که به طور عمودی یعنی که ورتیکالی از بالا به پایین جایگیر شوی المنت ها را گروه مینامند. مثلا اینا گروه 1 گروه 2 گروه 3 مثلا همه المنت ها در گروه 3 همه این المنت ها در گروه 4 اینا گروه میگن، یعنی که از بالا به پایین. اگر از چپ به راست باشه اینا میگن دور. نه مثلا دوری 2 دوری 3 مثلا دوری 4 مثلا همه این تو دوری 4 باشن. گروه ها گفتیم گروه های سیستم دوری بعد قسم جمع شد با زیرگروه ها، یعنی که با زیرگروه های اساسی و علاوگی. اساسی رو ما با حرف ا شروع میکنیم، علاوگی رو با حرف ب شروع میکنیم. اساسی مان زیرگروه اساسی مان زیرگروه را که در آن هم المنت های دورهای خرد و هم المنت های دورهای کلان جایگیر است میگن زیرگروهی اساسی. حالا زبر دیگه ما سیستم دوری میبینیم. زیرگروه علاقه که با حرف ب شروع میکنن، قاعده‌اش زیرگروه را که در آن تنها المنت های دورهای کلان جایگیر است میگن زیرگروهی علاوگی. ما سیستم دوری ببینیم. گفتم زیرگروه اساسی گفتم که اگر با حرف ا شروع کنن این زیرگروه اساسی هم باشن. اگر با حرف ب شروع کنن زیرگروه علاوگی. یعنی که لیتی ناتری کالی روبیدی سز فرانسی اینا در گروه یکی اساسی جای گیرن. میس نقره طلا باشد در گروه یکی علاوگی جای گیری باشن. این قاعده زیرگروه اساسی. گفتم که زیرگروه را که در آن هم المنت های دورهای کلان و هم المنت های دورهای خرد جای گیرن زیرگروه اساسی میگن. یک بار دیگه ما دور رو ببینیم. گفتم دورهامون خرد و کلان باشد. دور خرد و کلان. برای چی دور خرد میگن؟ دورهایی میگن
یک، دو و سه دورهای خرد باشند، چون که از یک قطار عبارتند. دورهای کلان باشند، دورهای 4 5 6 7 یا دورهای کلان. برای چی؟ برای اینکه آنها از دو قطار عبارتند. ما ببینیم 1 2 3 گفتیم که دورهای خردند. برای چی؟ برای اینکه دورهای خرد از یک قطار نه، همش یک قطار است. دوری 2 دوری 1 همش یک قطار. گفتیم که دورهای 4 5 6 اینا عبارت است از دو قطار، از همین حساب دورهای کلان میگن. یعنی مثال دوری 4 اینا قطار یکم، اینا قطار دومه که از دو قطار عبارت است. برمیگردیم بر گروه. گفتیم که زیرگروه اساسی، زیرگروهی که در آن هم المنت های دورهای خرد و هم المنت های دورهای کلان جای گیرند. اساسی ببینیم این اساسی در همین زیرگروه اساسی مان المنت های دورهای خرد هسته. اینا گفتیم که دور دیم دور خرد، اینا لیت اساسی در دور خرد، یا اینکه کلی اساسی در دور کلان. یعنی که المنت هایی که هم در دور خرد جای گیره هم در دور کلان جای گیره میگن زیرگروه اساسی. علاوه گفتیم زیرگروه علاوه زیرگروه را که در آن تنها المنت های دورهای کلان، یعنی که در زیرگروه علاوه دورهای بگیم که خرد وجود ندارد. این علاوه در علاوه یگان المنت وجود ندارد که در دور خرد باشد اما در دور کلان موجود است. این مثال میس علاوه در دور کلان نه چه درسته. و گفتیم که در تنها در دور کلان میگن در دورهای خرد، مثلا 1 2 3 دور خرد ما در دور خردمان یگان تا المنت علاوه نداریم، یعنی که همه المنت هایی که علاوه در دورهای کلان جای گیرند. برای خود یعنی که زیرگروهی که در آن تنها المنت های دورهای کلان جای گیرند میگن زیرگروه علاوه. خیر، دور و گروه ها فهم شد. دوام می‌دیم. قانون های اساسی سیستم دوری المنت های شیمیایی دیمیتری ایوانویچ مندلیف. اعضای سیستم دوری المنت های شیمیایی چنین خاصیت های المنت های شیمیایی را معین میکنند، یعنی که قانون های اساسی سیستم دوری. شروع میکنیم از خاصیت متالی. ما داریم از همه متال قوی که این فرانسه باشد و از همه غیر متال قوی که این فتور باشد. فتور فرانسه از همه متال قوی، فتور باشد از همه غیر متال قوی. ما گفتم که می آموزم خاصیت متالی رو. کدام وقت خاصیت متالی زیاد می شود؟ مثال میگیریم. مثال هنگامی که المنت ها به طرف فرانسی نزدیک می شود خاصیت متالی زیاد می شود. مثال کدام وقت؟ اگر گفتم که در اینجا اگر که فرانسی باشد و در اینجا گفتم که فتور موجود است. فتور گفتم که اگر المنت ها به طرف فرانس بیاید خاصیت متالی المنت ها زیاد می شود، یعنی که از راست به طرف چپ، از راست به چپ اگر بیاید خاصیت متالی المنت ها زیاد می شود. برای چی؟ برای گفتم که از هم متال قوی فرانسی، نه میگم که فرانسی متال قوی، یعنی که اگر به طرف فرانسی بیاید ایفتور دور شده است به فرانسی نزدیک نش خاصیت متالی زیاد می شود. کدام وقت؟ از راست به چپ، از راست به چپ خاصیت متالی می شود زیاد می شود، زیاد. و از بالا به پایین، از بالا پایین، یعنی که وقتی که ایفتور دور شده از چپ به راست و از بالا به پایین، به پایین خاصیت متالی زیاد می شود. برای چی گفتیم؟ برای اینکه به طرف فرانسی نزدیک می شود. اگر همین ها اگر برعکس اگر اجرا شود، یعنی که اگر ای چپ به راست و ای پایین به بالا خاصیت متالی مان کم می شود. برای چی؟ برای اینکه ای فرانسی دور می شود. دومش خاصیت متالی گفتیم خاصیت غیر متالی. گفتیم که ما داریم از همه غیر متال قوی که این چه باشد؟ فتور. کدام وقت خاصیت غیر متالی زیاد می شود؟ اگر المنت ها به طرف چه روند؟ به طرف فتور روند. مثلا کدام وقت؟ اگر ای فرانسی دور شوند، مثلا به طرف
یعنی که از طرف چپ به طرف راست اگر به فتور نزدیک باشد و از پایان به بالا، یعنی که همان وقتی که باید چی شود؟ باید به فتور نزدیک شود. برای چی گفتیم؟ برای اینکه فتور از همه غیر متال قوی باشد. چرا فتور از همه غیر متال قوی؟ یعنی که اگر که از چپ به راست از پایان به بالا و خاصیت غیر متالی مان زیاد میشه. برای چی گفتیم؟ برای اینکه به طرف فتور نزدیک میشه. خاصیت غیر متالی قوی فهموشید. دوام میدیم. گفتیم انرژی به اول الکترومنفعت رو فهمیدیم. الکترومنفعت چیست؟ الکترومنفعت این قابلیتی گرفتن الکترون باشد. یعنی که یک المنت مثلا از دیگر المنت الکترون کنده میگیرد، میگن مثلا الکترومنفعت میگن. از همه غیر متال قوی، یعنی که از همه المنت که الکترومنفعت بسیار باشد، زیاد باشد، این چه؟ این فتوره. فتور یعنی که از همه المنت ها الکترون کنده میگیرند. بالا میگفتم که رنگ همین الکترومنفعت رنگ خاصیت غیر متال میشود. یعنی که اگر که ای فرانسی دور شود، یعنی که چقدر دور شود؟ اگر از چپ به راست و از پایان به بالا رود، گفتم که به فتور نزدیک میشود، خاصیت غیر متالی زیاد میشود. الکترومنفعت هم به مانند همینه. یعنی که وقتی که گفتم که ای همه الکترومنفعت قوی داره فتوره و با طرف شما با طرف فتور میروند، الکترومنفعت زیاد میشود. اگر که ای فتور دور شد، الکترومنفعت مان کم میشود. دوام میدیم. انرژی ایونیزاسیون. انرژی ایونیزاسیون چیست؟ ما گفتیم که الکترومنفعت این قابلیت کندن الکترون باشد. یعنی که مثال چرا که ما اگر در انسان بینیم برای اجرای یگان کار با ما انرژی در کار است. ما همه انرژی رو اصلا میگیریم، ما انرژی رو از خوراک میگیریم. مثلا هنگام استعمال خوراک ما انرژی پیدا میشه و مثلا یگان کار را اجرا کردن میتونیم. مثلا وقتی که المنت بگیم الکترون میکنه، برای چه کاره؟ برای وای انرژی در کاره. یعنی که انرژی ایونیزاسیون. انرژی ایونیزاسیون چیست؟ انرژی ایونیزاسیون این انرژی میباشد که هنگام کندن الکترون لازم است. هنگام کندن چی بوده؟ الکترون. و گفتم که از همه الکترون منفی قوی، یعنی که زور، این فتور نباشد. یعنی که همون انرژی ایونیزاسیون با چی در کار بوده؟ با فتور. برای چی؟ برای گفتم که فتور الکترون کنده میگیره. یعنی که با فتور انرژی ایونیزاسیون در کاره. برای انرژی در کاره که چون نباید باید الکترون باید کنده بگیرن. و یعنی که انرژی ایونیزاسیون کدام وقت زیاد میشه؟ اگر به طرف چی؟ به طرف فتور نزدیک شود. یعنی که از چپ به راست و از پایان به بالا. انرژی ایونیزاسیون گفتیم، خاصیت غیر متالی گفتیم و الکترومنفعت چی میشه؟ زیاد میشه. کدام وقت؟ اگر به طرف فتور رود. انرژی ایونیزاسیون فرماشینه میگذاریم و خیلی اول درجه اکسید شوی و والنوکی فهمونیم. درجه شوی این ذریعه المنت میفهمونند، والنوکی باشه مثال پیوست شوی المنت با یک المنت با المنتی دیگر که اینا ما درس آینده میگذاریم. گفتم که درجه شوی گفتم این بگم که ذریعه المنت والن باشه، مثلا همون شماره بندهایی که مثل هنگام پیوست شوی با یک المنت دیگر حاصل میشود. ما گفتیم گروه 1 گروه 2 گروه 3 گروه 4 5 6 7 8 داریم. 8 گروه. نکنین 8 گروه داریم و همین درجه شوی و والنوکی اولیه که اگر ماکسیمالی میگیم یعنی قریب غیر از یک المنت باقی مانده همه المنت ها با گروه هاشون موافقن. مثال بگیریم اگر لیتی درجه شوی بلندترین یا اینکه والنوکی بلندترینش برابر است با 1، بریلی با 2، بار با 3، کربن با 4، نیتروژن 5، غیر از اکسیژن دیگر سولفور سلن با 6، اینجا خلور داریم، بروم داریم غیر از فتور، برای اینکه اینا با والن یا درجه شویشون با گروهشون مطابقت نمیکنند. خلور
با 7 مثلا ارگان خیلی از اون با 8. یعنی که بگم که درجه شوی اولیو یا که ولنوکی از چه فهمیم از روی گروه هایشون. من گفتم که درجه شوی و ولنوکی کدام وقت زیاد می شود. سوال نکن اگر ما از طرف چپ براست رویم براست گروه ها من زیاد می شود. نه 1 2 3 4 زیاد شده. یعنی که هنگامی از چپ براست رفتن درجه اکسید شوی و ولنوکی چی میشه؟ زیاد میشه. کدام وقت؟ اگر از چپ به طرف چی بریم؟ به طرف راست. برای چی؟ برای اینکه از چپ به راست گروه ها زیاد میشوند و هنگامی که گروه ها زیاد میشوند درجه شوی و ولنوکی نیز شاید زیاد میشوند. کدام وقت کم میشود؟ مقابل همین اگر از راست به چپ بیاید. یعنی که مثلا وقتی ما از راست به چپ میایم گروه هامون اینا 7 6 5 4 3 2 1 چه میشود؟ کم شده. نه چه؟ ولنوکی و درجه شوی چه میشود؟ کم میشود. و هنگامی از بالا به پایان درجه اکسید شوی و ولنوکی ایواز نمیشود. یعنی که ایواز نمیشود. برای چی؟ برای مثلا از بالا به پایان گروه ایواز نمیشود. اما وقتی گروه ایواز نشه نه درجه شوی و ولنوکی هم ایواز نمیشه. مثال گروه 2 همون چند است؟ 2. مثال گروه 3 3 4 4 یعنی که هم درجه شوی اولی یا ولنوکی بالاترشون ایواز نمیشود. این بود درجه شوی و ولنوکی. فهمو. دوم eteyim. رادیوس. رادیوسی اتم. رادیوس چیست؟ گفتیم رادیوس قاعده‌اش مسافه‌ای که از مرکز دوره تا قبط آخرون موجود است میگن رادیوس. چی بوده؟ رادیوس. رادیوس یعنی که مسافه ای مرکز دوره تا چی؟ تا قبط آخرون. یعنی که از روی این معلوم است که چند قدر که قبط زیاد شود رادیوس هم زیاد میشود. یعنی که شماره قبط ها به رادیوس تقسیم میشن. یعنی که قبط زیاد رفتن گرفت نشه رادیوس هم چه میشود؟ رادیوس هم زیاد شده رفتن میگیره. بازی یه بار از تیم دوره ببینیم. گفتم که ما دور داریم. دور 1 2 3 4 5 6 7. همین شماره دورها با شماره قبط ها برابر است. مثال المنت های دور یک قبط دارن. قبط چی بود؟ ما در درس های پیشین گفتم بودیم قبط جایی است که در اونجا چی؟ الکترون موجود است. یعنی که جای الکترون. مثال دور ده نه چه چند قبط دارن؟ 2 قبط. مثال لیتی، بریلی، بار، کربن، نیتروژن، اکسیژن، فتور، نئون همه اینها چند قبط دارن؟ 2 قبط دارن. مثال دور 3 قبط دارن، دور 4 قبط دارن. یعنی که دور شماره چه فهمونه؟ قبط. و ما درباره رادیوس گفتیم که رادیوس اگر چند قدر که قبط زیاد شده رفتن بگیره رادیوس هم همون قدر چه شود؟ زیاد شود. یعنی که قبط یعنی که بگیم کدام وقت زیاد میشود؟ از بالا به پایان. نه مثال دور 1 قبط، دور 2 قبط، دور 3 قبط، دور 4 قبط، دور 5 قبط، دور 6 قبط، دور 7 قبط. یعنی که از بالا به پایان شماره دورها زیاد میشود. دور با شماره قبط چه بچه‌ها برابر بود. نه وقتی که دور زیاد میشود نه قبط ها هم زیاد میشود. وقتی که قبط زیاد شد رادیوس زیاد میشود. یعنی که اگر از بالا به پایان بیاید که اگر به فرانس نزدیک شود نه شماره رادیوس هم چه میشه؟ رادیوس هم زیاد میشه. یعنی که مثلا که مثلا فرانسی ایما رادیوسی کمتر داره. مثال میگیریم برای اینکه مثلا میگیم که 7 قبط داره. فهمو؟ این شد این رادیوس. یعنی که اگر که به طرف فرانس بیاید که از راست به چپ از بالا به پایین که به طرف فرانس نزدیک شود نشه رادیوس المنت چه شود؟ زیاد میشود. این بود درباره رادیوس. قبط های الکترونی گفتیم قبط چی بود؟ جایی است که در آنجا الکترون موجود است. جای جایگیری الکترون و چیزی که گفتم شماره دور با قبط ها چه برابر. فهمو؟ دوم eteyim. و یک چند شما ما قید میکنیم همین هر یک زیرگروه همان نامی مخصوصی خود دارد. مثال بنویسیم زیرگروه یکی اساسی
که این رو میگویند متال های اشخوری. متال های اشخوری. گروه دوی اساسی میگویند متال های اشخور زمینی. متال های چی بودای؟ اشخور زمینی. گروه سه اساسی میگویند گروهچه بور. گروه چهار اساسی میگویند گروهچه کربن. گروه پنج اساسی میگویند گروهچه نیتروژن. گروه شش داریم. گروه شش اساسی. گروه شش اساسی کی رو میگن؟ گروه هالکوگن. یعنی که می گروه 6 و 7 با همدیگه کمتر مانند باشد. از همین باید ما را فرق کنیم. گروه 6 اساسی رو میگویند چی؟ گروه هالکوگن. و گروه 7 اساسی رو میگن گروه هالوگن. گروه هالوگن ها. ایش هالوگن یا میگیم چی؟ گالوگن ها. گروه 6 اساسی چی بوده؟ گروه هالکوگن ها. و گروه 7 اساسی میشه هالوگن یعنی گالوگن ها. و گروه ما داریم گروه 8 اساسی داریم. گروه 8 اساسی میگن گازهای اینرتی. چی میگفتن؟ گازهای اینرتی یا اصیل. چی بوده؟ گازهای اینرتی یا گازهای اصیل. این بود موضوع امروزه ما. تشکر، با دقتتان.